اومدیم یه فروشگاه موجی مال اسباب و لوازم ژاپنیه. اما جالبش اینه که یه دستگاهی گذاشته اینجا که رباتیکه، یعنی الان قراره بریم تو این فروشگاهی که هم لوازم خونه میفروشه، هم البسه و لوازم تحریری چیزاست. میخوام بریم اینجا حالا امتحان کنیم ببینیم آیا قهوه‌ای که ربات میخواد واسمون درست کنه همون تعمیری داره که امیر حسین میخواد واسمون درست کنه. Let's go. Oh my god. که جلومون می‌بینید این دستگاه همون قهوه ساز برقیه که اتومات، یعنی یه دونه دسته رباتیک گذاشته. این همه کار قراره این انجام بده. قبل از این کار سفارشمون بدیم گفتیم اول یه فیلم بگیم، بعد سفارش هم دو جور میتونید بدیم، یا اینکه برید توی اپش وارد اپش بشه پرداخت انجام بدید، یا توسط این اسکرینی که اینجا هست توسط این صفحه پرداخت انجام بدید. بعدش بقیه مراحل رو میسپاریم به این رباتی که فقط یه دسته رباته که بتونه قهوه‌مون واسمون درست کنه. ببینیم که از آب در میاد. بچه دوربینش هم هر سمتی که ما هستیم دوربین رو می‌سازه هم متعمقه، حتی ما رو داره می‌بینه. چون من هر طرف که کشیدم دستم همون برم. خب بچه حالا شروع کرد. Excellent choice. Amir Hossein. Our mocha is very popular. Let me prepare it right away. In the meantime, you can find more details in the Yardley Coffee app. انتخاب خوبی بود. بچه پورتال فیلتر رو خودش آسیاب کرد، تم شده. یه دستگاه تخصیصات خودش داره می‌کنه. خب دیگه دقیقا همون کاری که یه شخص میخواد انجام بده این داره رباتی داره انجام میده. اون برم داره اصاره گیریش میاده و شیر هم اون بره. شیر هم اصاره گیری هم. یه طرف شکلاته که مخواهد سفارش دارم. شما مخواهد سفارش داریم. شیر رو داره میزنی که درست بعد اینا رو با هم میکسش کنه. ولی جالبه که دوتا سفارش رو داره با هم انجام میده. و اینجا اسممون هم انداخته. امیر حسین عارفش هم بگید. بچه ها پیچه رو گذاشت زیر دستگاه. آره الان تازه میخواد اصارگیری قهوه رو انجام داد. خب کات اول رو برداشت. حرکاتش هم خیلی نرمه، خیلی حرکات نرم و موزونی هم داره. خب الان منتظر اصارگیری تموم شد. خب پیچه رو برداشت. خب اول قهوه رو میریزه. خب میچرخونه، مستقیم هم نبید، قشنگ چرخونه. یعنی همون یه روش حرفه‌ای بود. خب پیچه رو میشوره نشست. نظرم تجربه خیلی جالبیه. البته دارن جای ما باریستا رو میگیرن دیگه. بچه خیر و فرش هم زیاده ها. این ور میره اون ور میاد. اما خب هوشمنده، یعنی دقیقا میدونه میخواد چیکار کنه. از قبلش دقیقا میدونه چیکار کنه. میخواد فوم شیر رو بگیره. ما از موقع فکر کردیم که اونجا فومدار اضافه میشه ولی اینطوری نه، فوم شیر رو بگیره. شیر سرد اومد داره فوم شیر رو میگیره. من کسی نیست که نازل شیر تمیز کنه. خودش احتمالاً با بخار این کار انجام میده. خیلی جالب. یه خورده زمانشون کنده ولی فکر کنم به مرور زمان مهندس آره یه مقدار تنه ایرادی که من میگم اینه چون قهوه ما رو گذاشته اینجا هیتری هم زیرش نمیبینم که قهوه‌م داغ بمونه، چون ما معمولا دوست دارم قهوه‌مون داغ باشه. اما ریتم حرکت دستش قشنگ بود، من دوست داشتم اینو نگاه می‌کردم. اینجا هم خیلی جالبه، بهمون داره میگه چقدر از کارمون باقی مونده. ببینیم فوم شیرش چجوریه، ببینیم برای لته آرتش، ببینیم آیا آرت خوبی میزنه. حرکت پیچشیش که درسته، یعنی دقیقا مثل یه باریستای حرفه‌ای داشتن انجام میدن. اما داره برامون تولیپ میزنه. باریکلا. آره بیا باریکلا. آها نه نسبه بودم خوبه باز نسبت به
قابل قبوله، باید تمرین میکنیم. نه نسبت به یه ربات من توقع نشستم بخواد کلیپ بزنه یه کاری انجام بده. خب حالا کجا بفهمیم این لطمونه؟ نه این موکاست. نوشته موکا. آره این موکا الان باید دقیقاً بیار بذاری اینجا، درسته؟ خب ما 2 تا سفارش دادیم، یکی اینجا یکی اینجا، اما نه آرت روش هم باشه. Amira saying, your mocha is ready. Enjoy your drinks. خیلی ممنون، متشکرم. بچه‌ها اینم از طرح روش جالب بود. نه قشنگیش بود. از امیر اسم اینجا می‌نویسم چی وارد کرد. من کسایی که اومدن اینجا توی فضای آرومده شروع می‌کنه، من امیر حسین چون قشنگ داریم حرف می‌زنیم، به اینا مثلا نگاه نمی‌کنیم. اینا هی نگاه می‌کنن این چی دارن انقدر با هم صحبت می‌کنن، حرف می‌زنن. آره امیر این ور بیاد نشون بده، بعد بریم دیگه دنبال سراغ. حالا این موکامون رو آماده کرد، بعد الان داره میره برای آماده کردن لطمون که من سفارش دادم. این خیلی جالب بود. آینه رو داره میذاره که توی پورتا فیلتر تمیزه. حالا چون این دوربین که اونجا داشت چک میکرد. دیدی بار اولم اومدیم دوربین ما رو رکگنایز کرد، دنبالمون دست حرکت میکرد. اون استیم بندم تمیز شد همین دوباره. یه سری داره میبینین. آره. این Excellent cook. Amira saying, our latte is super tasty. Let me prepare it right away. In the meantime, you can find more details in the Artley Coffee app. بچه‌ها میگه اگر توی اپ من برین مشخصات بیشتر در مورد قهوه‌مون رو میتونید ببینید. یه تجربه بود، اومدیم بیایم ببینیم دست اتوماتیک چجوری انجام میده. جالب بود. پا قدم ما هم خوب بودش، کلی سفارش برای ربات گرفتیم. تمیز کردن استیمش واسم جالب بود. یه اپی گوشه توی محفظه پلاستیکی، محفظه پلاستیکی بالا پایین میشه، روی استیم بخار رو تمیز میکنه. این قسمت رو مهندس میگم. تجربه یک بارش به نظرم جالبه، مزه قهوه‌ش هم قابل قبوله. برای جاهایی که میخوام 24 ساعت باز باشن ایده خیلی خوبیه. Amira saying, your latte is ready. It was my pleasure to serve you today. بچه همیشه پرچم امیر حسین ها بالاست. سر جاش امیر حسین. Amira saying, your latte is ready.
It was my pleasure to serve you today.